Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال چنین این برادر دارم میگه که نیت دارم مثلا میگه که برام یک 3-4 ماه یا که 6 ماه یک نرخ بیزنس میشم صاحب یک خانه و در مقصد چیزا باشم بعد توبه کنم با مقصد برای راست چیز باشم میگه که هر گناهی که باشه کنی و توبه کنی الله میبخشه اما میگیم که دیده و دانسته گناه کردی در گناه مقصد از این گرفتار میشه میگه که نه الله میخواد بسیار مهربانه هر چیزی که باشه میکنیم بعد از توبه میکنیم الله میبخشه در شریعت الوسائل لا تبرر المقاصد. عموما معنای این قاعده این است که مقصد اگر نیک باشد وسیله حرام وسیله باطل مقصد نیک وسیله باطل را سفید نمی کند، طرفگیری نمی کند، دفاع نمی کند، فایدهش نمی رسد. یعنی مقصدش یک آدم یا مسجدی کلان سازیم در همین شهر مسجد نیست، بنابراین یک 10 کیلو بار زنیم بعد از درآمدی از فایده همین یا مسجد سازیم. مقصدش خوب است لیکن وسیلش نادرست است. همین مقصدی نیکش همین وسیلش پاک نمی کند. در شریعت الله تعالی میگوید که ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون، شما از پول پلید نفقه کردن صدقه کردن رو نیت نکنید. این در حالی که اون پول یافته همشه در راه الله صرف کنه همین کار حرام است. یک آدم که ما بار میزنیم مثلا 1-2 بار مواد مخدر میفروشیم بعد مسجد میسازیم یا اون کاری کلان خدمتی اسلام و مسلمانان میکنیم، برای همین چی میگوید شریعت ممکن نکنه این کارت حرام است و با اون کار ثواب هم نمیگیری بلکه گناه میگیری، برای اینکه تو الله تعالی رو نافرمانی کردی در جمع پول. بگذار 1 درهم خیر کن از عرق جبینت که مردی کاری کرده یافتی، همون 1 درهم 1000 درهم غلبه میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه 1 درهم 1000 درهم را غلبه کرد. صحابه گفتن چطور یا رسول الله؟ گفتن که یک آدم 100,000 درهم مثلا داشت 1000 درهم داد، یک آدم 1 درهم داد همون 1 درهم داد. او آدمی که از 100,000 1000 داد یعنی از 101% مالش را خیر کرد. این آدمی که 1 درهم داشت 1 درهم را داد این 100% مالش را خیر کرد. این از وای بهتر است. بنابراین گاه عملی معده رب عمل صغیر یکبره النیه، گاه عملی معده را عملی کوچک را نیت بزرگ میکند، گاه عملی بزرگ را نیت معده میکند، بلکه از صفر هم پایان میرد اگر به خاطر الله نباشد. عمل بزرگ است لیکن به خاطر الله نه و عمل الله تعالی حبطه میکند، باطل میکند، برباد میدهد. از اون عمل ثواب نیست وقتی که به خاطر الله نیست. بنابراین مادامی که کاری خیر اگر مقصدش باشدم با راه حرام جمع آوردن پول و مال حرام باشد، از به طریق اولا این است که یعنی برای خریدن خانه یا برای ماشین خریدن یا دیگر کارها شما یا مراتبه این فریب ها و وسوسه های شیطان است. یک بار میزنید دیگه 20 سال در کنج زندان میستید، در زندان با این کار دوام میدید، با جنایت زیاد میشد، همین که عمر در زندان میگذاره. بعضی گناه های هست که توبه کردن از آن گناه ها بسیار مشکل است، از جمله گرفتاری نشعمندی، حتی فروشنده شم. یک زن سبحان الله در همین مسکو چی میفروخته است؟ کبوتی میفروخته است، چیزای ارزان، پیاز و سبزی و چیزای ارزان در همین پیشای متروها. یک روز یک آدم آمد سوخت است که همین سومکه را و مشروط که میشینی به فلان احسنافکه برده میتی، یک آدم از اونجا قبول میکند، فلان پول میدی هم افت از اون پول 1 ساله مهنتش درآمد 1 سالش حساب کرده است، 1 ساله درآمدش است. هر روز از سحر در خنک برآمده میشیند تا بگاه کمک پول کار میکند، همین 1 ساله فایدهش. اینو سالای 20 سال پیشنگی گپ. بعد قبول کرده است سومکه را، گفت است معنی سومکه گرفته است، برده است، داده است، مبلغ گرفته است. بعد با اون آدم زنگ زده است که با همین کار هست
با همیشه کار است زنگ نزن به من گفته اون سرزنش کرد به این نمر دیگه زنگ نزن گفته سرزنش کرده است. بعد چند وقت گذشته است اون مردک با اومده است با همین خیلی سمکه آورده است برده است و این رفت کم در سمکه رو کشیده کافته دیده است که چی است میبیند که سفید است. بعد کم کم پرسجو کرده است انتریسابت کرده است و تاجیکستان زنگ زده است. خلاصه میرد وگان بود اون وقتا پاییزها کار میکرد وگان کتی آورده است یک بار دو بار آورده است بعد به دست غلطیده است در مسکو زندان شد چند سال بعد در تاجیکستان زندان شد یک بار دیگر. وقتی که از زندان میبرد بعضی جیاناش نصیحت میکند که عمه دیگه این کارو نکنیم کاری خودتون میبینید من دیگه من از این کار دیگه دست کشیده نمیتونم. بعضی دزدها بودن در زندان 8 مراتب 9 مراتب زندان شده بودن و زندان میبیان نمازخوان میشن توبه میکنن. بعد بسیار نمازخوانی خوب شده بود یکتش حتی 1 سال بعدی برآمدن در بازار سخاوت است در کدام بازار مردی کاری کرده است 1 سال. بعد 1 سال گفته است که من تا کی این مردی کاری میکنم حالا من یک قطار که دیگه بار رفته بیام اگر پول 1 سال ما کار میکنم گفته با دوزی سر کرده است توبهش تا 1 سال رسیده است. با بدی کم وقت حالی همین آدم‌ها در زندان نشستیان حالی اینها نبرآمده با گشته دوباره به زندان آمد عوف میشن میبرد گشته میبیاد عوف میشن میبیاد گشته میبیاد چون که آنها یگانه راهش دستاشون بریدن است به این قانون هایی که عقلی پستی بشریت برآورده است به این قانون ها پیش راهی دزدهای گرفته نمیشد. سبحان الله دزدهای بودن که روزی که عوف شد از زندان برآمدند و دزدی کردند در همین راه حال خانه‌شان به نرسیده دزدی کردند. اینا اصلاح نمیشن بر این شریعت است مردم اصلاح میکند. باری اول دزدی کند دست راستش بریده میشه باری دوم دزدی کند پای چپش بریده میشه مرحمت دزدی کند بی پا بی دست. بنابراین برادرای عزیز این خیلی گناه ها یک بار میکنم و بعد این وسوسه های شیطان است یک بار میکنه دیگه در زندان بوی میگیرید. بنابراین برادرای عزیز اگر چی زندان هم نشوید غضب الله هست در این کارا نکنید هیچگاه. بگذار یک برده نان حلال داشته باشید و در نزد همسر و فرزنداتان باشید.